احساس خستگی و کسلی و بی‌انگیزگی میکنید، برای بیدار نگه داشتن خودتون از قهوه و سودا و اینجور مواد استفاده میکنید. در حقیقت چرت زدن بهترین راهکار برای اینکه شما مغزتون رو مجددا در حال کنین و اصطلاحاً بیارینش بالا. سیکل خواب به صورت کلی 4 تا مرحله داره. در 2 مرحله اول خواب سطحیه، در مرحله سوم خواب عمیق‌تره و به مرحله سوم رپید آی موومنت یا رم هم گفته میشه. و چرا بهش رم گفته میشه؟ به خاطر اینکه در این مرحله فرد موقعی که خوابه حرکات چشم بسیار سریعی داره و احتمالا شما هم دیده باشید اینو در کسایی. و در همین مرحله است که فرد خواب و رویا میبینه. بهره بری از خواب بسیار زیاد بستگی به زمانی داره که شما در اون مرحله از خواب بیدار میشین. حدوداً در 30 دقیقه اول شما مرحله 1 و 2 خواب رو تجربه میکنید. در این مرحله حرکات آرام چشم رو دارید و در مرحله 1 اگر از خواب بیدار شید احساس میکنید کلا اصلا نخوابید. و اما مرحله 2 همینطور که به مرحله 2 وارد میشین، مغز جوری پردازش اطلاعات خودشو مهار میکنه. در نتیجه اطلاعاتی که و محرکایی که از نظر مغز مهم نیستن باعث نمیشن که شما بیدار بشین. برای مثال میگم، مثلا اگر صدای رد شدن ماشین از تو خیابون شما بشنوید موقع خواب، اگر آروم باشه و صدای بلندی نباشه و بوق نزنه، خب شما رو طبیعتا از خواب بیدار نمیکنه. هدف از این کار مغز اینه که شما ریلکس باشین و خواب خیلی بهتری رو تجربه بکنید. شکلگیری حافظه در این مرحله از خواب انجام میشه. یعنی شما چیزایی که در زمان بیداری یاد گرفتین پردازشش در همین مرحله 2 خواب انجام میشه. اگر شما در این مرحله از خواب بیدار شین، عملکردتون خیلی بهتره، مخصوصا عملکرد شناختیتون، حافظتون بهتره، خلاقیت بیشتری از خودتون نشون میدین و از همه اینا مهمتر احساس خستگی خیلی کمتری رو تجربه خواهید کرد. همونطور که گفتیم مرحله 1 و 2 کلا رو هم حدود 30 دقیقه طول میکشه و بعد از این شما وارد مرحله 3 میشین که در این مرحله فرد خواب خیلی عمیق‌تری رو تجربه میکنه. و اگر شما در این مرحله از خواب بیدار شین، تمایلتون برای حرکت کردن و بلند شدن از خواب خیلی کمه و بیشتر تمایل دارین مجددا به خواب برگردین و احساس گیجی دارین به صورت کلی. و قطعا اینو تا حالا تجربه کردین. خب با این توضیحاتی که داده شد میتونیم بفهمین چرا بعد از افراد ساعت‌ها میخوابن ولی همچنان از خواب بیدار میشن، احساس خستگی و کسلی دارن. علتش اینه که در مرحله اشتباهی از خواب بیدار شید. پس بهترین مرحله برای بیدار شدن از خواب مرحله 2 خوابه. یعنی شما ظهرها برای مثال حدود نیم ساعت چرت بزنین، اون کافیه و اون انرژی باقی روز شما رو به صورت کامل فراهم میکنه. از وقتی بشریت به این علم رسیده، یکی از کشورهایی که پیشرو بوده در این زمینه ژاپنه که اومده در محل کار یک سری جاهایی رو برای چرت زدن تعبیه کرده که کارمند بعد از نهار بتونه حدود نیم ساعت یه چرتی بزنه. اینطوری عملکرد فرد هم بالا میاد و در نتیجه بازدهی بالاتر میره. پس با این تفاصیل میتونید بفهمید خوابیدن سر کار از واجباته. ممنون از اینکه ویدیو دی همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و همچنین برای دوستاتون بفرستین. تا ویدیوی بعد.